احساسی وجود دارد، احساسی فراتر از عشق، سوزانتر از خشم، سوگوارتر از غم و هراس‌انگیزتر از ترس. آن احساس معلق بودن است. انسان برای نخستین بار آن را تجربه کرد روزی که آفریده شد. خالق فرمان داد همه مخلوقات در برابرش سجده کنند. فرشتگان با فروتنی گردن خم کردند، اما شیطان به دلیل غرور سرباز زد. این آغاز جدالی بود میان اطاعت و نافرمانی، نور و تاریکی. شیطان از این فرمان سرپیچی کرد، اما انسان آفریده‌ای با عقل و دل در میان این کشمکش ایستاد. او نتوانست به سادگی یکی را سپید و دیگری را سیاه بنامد، زیرا هر طرف دلیلی در دل داشت. در سکوت فرو رفت و برای اولین بار طعم معلق بودن را چشید، گویی در میان زمین و آسمان معلق مانده بود. بار دوم زمانی بود که از میوه ممنوعه چشید. شیطان وسوسه کرد و انسان در آن انتخاب تنها ماند. نمی‌توانست بار تقصیر را فقط بر دوش شیطان بگذارد یا خود را کاملا محکوم کند. او همه را در می‌یافت: فریب شیطان، کنجکاوی خودش و حکمت نهان در نهی الهی. و دوباره آن حس معلق بودن بازگشت، گویی در فضایی بی انتها میان حق و باطل شناور بود. گاهی در میان خشم و شکست یا در اوج پیروزی و شادی باید ایستاد و این حس معلق بودن را به یاد آورد. این یادآوری که جهان تنها سیاه و سفید نیست، پر از لایه‌های پیچیده و ناشناخته است. حتی در برابر چیزی که نادرست می‌پنداریم باید ریشه‌هایش را درک کنیم، زیرا تنها با فهم به حقیقت و آگاهی نزدیک می‌شویم.